بچه ها امروز یک سوال دارم. ما 5 روپیه پیاز بستونیم، 5 روپیه کچالو بستونیم، 5 روپیه نمک بستونیم، 5 روپیه نخود بستونیم، این چی میشه؟ ما بگو آفرین. 5 روپیه دیگه که گوشت که بستونین بهترین شوربا محلی میشه. چی میگی؟ یک روزه معلم مرد بار که سر تخته گفت یک سراک خود یک موتار بکش. سراک بکشیدم، موتار یاد نداشتم که بکشم. معلم گفت کو موتار؟ گفتم معلم صاحب شما دم رو خور که ببر کردیم موتار تیر شد برا. میگم به تو یک قصه بگو. بگو آدم خان. یک روزی از روپیه که برسی خبر کردم. بفهمیدی؟ بله. این مسکین ایرونه. تا کوشا خوب پا خو کرد. گفتم عروسی تمام شد. چی میگی؟ بله.